بسم الله الرحمن الرحیم. و یوم و روز قیامت روزی است که نسیر الجبال ما در حرکت میریم کوها را و تر الارض بارزتا و میگه زمین میبینی که بارز از چی مانا یعنی ظاهر شده چیزی که در قلب زمین است کلش مبراید. روز قیامت است که سیل کنی کوت کوت طلا و کوت کوت معادن برآمده و مردم در غم جان خود است. کس در قصه الماس هم نیست، چیز هم نیست. زمین کلشه، انسان هایی که در بطنش از کلش میکشن. و حشرناهم، الله متعال میگه کل مخلوقات جمع میکنیم فلم نغادر منهم احدا، یک نفر هم در روز قیامت در زیر خاک نمیمونه. کلگی استاد میشن و کلگی در مقابل الله متعال چی میشن؟ قرار میگیرن. و عرضوا علی ربک صفا، باز اینجا صف بندی میشن. صف مشرکین، صف منافقین، صف پیروای فرعون کت فرعون، صف فاجر. آل الله متعال میگه صف صف مردم آمده میرن. الله متعال میگه لقد جئتمونا، برشان میگه که ای مردم شما به پیش ذات با عظمت ما امو قسم آمدین کما خلقناکم، مثل که ما با عظمت و قدرت خود شما را چی کردیم؟ خلق کردیم اول مره، در مرتبه اول. بل زعمتم، بلکه شما کسایی بودین که گمان میکردین لن نجعل لکم موعدا، که ما بر شما هیچ وعده نساختیم یا وعده قرار ندادیم. بلکه وعده هست، میعاد هست، قیامت هست. و وضع الکتاب، در روز قیامت میگه گذاشته میشه نامه اعمال، دفتر اعمال، کتاب هر کسی برش داده میشه. اینی کتاب مکمل اعمال. فتر المجرمین، الله متعال باز میگه شما در این لحظه مجرما را میبینین، گناهکارا را، مشفقینه که بسیار در حالت ترس میباشن، مما فیه، از آنچه که در بین کتابشان است. و یقولون، و میگن این مجرما یا ویلتنا، وای بر سر ما، بدبخت شدیم ما، هلاکت سر ما آمد. ما لهذا الکتاب، چی شده این کتاب را؟ این چه قسم دفتر اعمال است؟ این چه قسم کتابی هست که لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، که نگذاشته، لا یغادر نگذاشته هست، صغیرة یک گناهه که کوچک را، ولا کبیرة یک گناه بزرگ را، الا احصاها، مگر کل از را احصایه کرده. بدبخت شدیم ما، فکر میکنیم که اینی کار ما کوچک است، اینی غیبت ما کوچک است، اینی دروغ ما کوچک است، اینی سخن ما کوچک است، اینی عمل ما کوچک است، اینی کار با یک ثانیه کردیم، این کلش نوشته کردن. لا یغادر، ترک نکردن، صغیرة، یک چیزه که کوچکی را، که فمن یعمل مثقال ذره، یا کسی کار میکنه به اندازه مثقال ذره. مثقال ذره چی میگه؟ خانه تون که جارو میکنین، هم پیش کلکین سعی کنین، یک گردکای خرد خرد معلوم میشه، مثقال ذره میگه. اینمی هم حساب شده. ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة، گناه های کوچک گذاشته، ولا کبیرة، و نه بزرگ ما گذاشته، الا احصاها، مگر این ما احصایه کردن. و وجدوا ما عملوا، و ایش اشخاص میافن، میبینن ما آنچه را که عملو، کلش پیششون خود میافن، حاضرن، کلش حاضر است. این را که در زمانهای سابق میگفت شاید مردم نمیفهمیدن، حالا ما شما خوب میفهمیم. وقتی که همو اعمال ازی گذاشته میشه، دی این ایش که همونجا گذاشته میشه، تمام کارهایی که کرده این کل ازی در مقابل ازی حاضر میشه. فلانی لحظه تو اینی کارا کردی، خودش به چشم خود میگه حاضر، کلش میبینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، با چشم خود میبینه. و من یعمل مثقال ذره شر یره، با چشم خود میبینه. بعد از دیگه خود شور داده نمیتونه. ولا یظلم، و فکرتان باشه که الله متعال ظلم نمی کند رب تو احدا، بر هیچ کس، نه بر کافر، نه بر مسلمان، نه بر منافق، نه بر زندیق، نه بر دوست خود، نه بر دشمن خود. الله متعال ذات عادل است، هر کس مطابق اونمو عقیدش، مطابق عملش، مطابق کارش، بر از اونمو جزا و پاداشش را برش میده. ولا یظلم ربک احدا، الله ذات عادل است و بالای هیچ کسی ظلم نمیکنه. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا، سیکو الله متعال مثال بیان میکنه
چندین مرتبه مثال آدم و حوا را میگه. ما قصه نمیگیم، این مثال هاست برای چی؟ که عبرت بگیرین. و این قلنا، الله متعال میگه قلنا. الله چرا ضمیر جمع استعمال کرد؟ الله خود ذات واحد است، اسلوب تعظیم است. وقتی که الله متعال عظمت خود بیان میکنه با ضمیر جمع استعمال میکنه، یعنی میگه وقتی که ذات با عظمت و با قدرت ما گفتیم برای کی؟ للملائکه، برای ملائکه گفتیم اسجد لآدم، شما سجده بکنین برای آدم علیه السلام. سجده که امر الله هست، برای از اونا سجده کردن برای آدم امر الله بود. برای ما و شما امر الله چی است؟ که به مخلوق سجده نکنیم. القتل بعضی اوقات خوب است، بعضی اوقات زشت است. اگر خودت میخیزی یک آدم بیگناه را میکشی زشت است، اما اگر الله برات میگه که اینی را بکش، برو در صف جهاد اینی کافر را بکش، در وقت قصاص اینی قاتل بکش، پس اونجا باز خوب است. سجده که به امر الله شد عبادت است. حالا برای ما و شما گفته به کسی سجده نکنین. اگر حالا ما و شما قبر آدم علیه السلام باشه، ما و شما اگر سجده کنیم مشرک میشیم. چرا؟ برای ما اجازه نیست. فقط این امتحان بود برای ملائکه. خب فسجدوا، پس اطاعت کردن. سجدوا، اطاعوا، اطاعت کردن به سجده کردن. گپ سر آدم نیست، گپ سر امر الله است. پس اونا در سجده اطاعت امر الله را کردن ملائکه، الا ابلیس، ابلیس نکرد. الله متعال میگه ابلیس از ملائکه نبود، چون ملائکه از نور پیدا شدن. کان من الجن، از جمله جنیات بود، لکن خود در صف ملائکه داخل کرده بود. حالا انسان وقتی که عبادت بسیار زیاد بکنه، این انسان میگه این ملائکه هست. چیز؟ ملائکه هست. پس انسان هم میتونه خود به مثابه ملائکه بسازه. ابلیس اینقدر خود نشان میداد که من اطاعت میکنم که مدر آمد در صف ملائکه و میگفت که من هم همراه از اینا شما عبادت میکنین، اطاعت میکنین، من هم میکنم. وقتی که امتحان شد باز معلوم میشه که تو ملائکه هستی یا شیطان هستی. پیش خودت میری در صف ملائکه. این اعتبار نداره. اعتبار او است که باز روز امتحان باز واقعا وقتی برات چوکی پیدا شود و وقت برات قدرت پیدا شود. بسیاری جوانا و محصلی نبینید، محصلی خود بسیار دیندار است، مجلس هست و دینداری هست و اهل بیشی و خوب ریشش ماشاءالله به سنت برابر است، قوارشی است. مجرده که فارغ شد که باز یک چوکی برش پیدا شد که یک کافر دوستی پیدا کرد، باز او وقت صاحب سیل کنی که باز ریشک رفته، ریش خدا در ریش خور برده و کلاگه که سفیدش رفت لندن رفت. صاحب که باز سعی کنی از پیشش اشدار جور میشه. او وقت باز معلوم میشه که در وقتی که برات امکانات قدرت و توانایی باشه، او وقت باز اگر ابلیس وارد نشدی در امتحان الهی، باز او وقت صحیح است. اما نیکی که حال زور نداری، گدا اگر تواضع کند خوی است. متوجه هستی؟ از این خاطر متوجه باشین. حالا دیگه ابلیس دیگه سرش امتحان نامده وقتی که کان من الجن، از جمله جنیات بود، لکن خدا در قطار ملائکه بود. ففسق ای خرج. فسق چی رو میگن؟ خروج از اطاعت میگه. تعریف فسق، فسق خروج از طاعت الله. ففسق عن امر ربه، پس نافرمانی کرد، خارج شد از امر رب خود. افتتخذونه و ذریته اولیاء. الله متعال میگه ای انسان ها، آیا شما میگیرین امی ابلیسه، امی شیطانه و ذریته و اولادهای شیطانه؟ پس شیطان یکی بزرگ است که ابلیس است و از خود ذریه داره، اولادها داره. آیا ایره که هر کدام شما یک ابلیس است، یک شیطان است و شما را وسوسه میکنه، و یا شیطانهای جنی هست؟ آیا شما ای ابلیس و ذریه از این شیطانه، از این ابلیسه، اولیاء دوستایتان میگیرین؟ بازنام از یار اولیاء میمانین؟ این ببینین کلمه اولیاء، ارال بعضی کساس میگه اینی اولیاست، اگر مطابق شریعت الله کار میکرد ولی الله است، اما اگر ضد شریعت بود بازی شیطان است. آیا شما ذریه شیطانه؟ کسی را که شما را منحرف میسازه، خودش بی حیا هست، خودش بی دین است، خودش برهنه هست، خودش نماز نمیخوره، خودش اطاعت الله را نمیکنه، باز شما امی ذریه شیطانه. اولیاء میگیرین، باز نامش اولیاء الله میمونین، دوستتان میگیرین. این کارا نکنین، این دوستان نگیرین. من دونی الله میگه بغیر از من دوستتان خود من هستم. و هم لکم عدو. اینمی ذریه شیطان، طرفدارای شیطان، لشکر شیطان دشمن شما هستند.
بئس للظالمین بدلا، میگه ظالما بسیار عوضی بد گرفتن. دوستی الله را ماندن، دوستی که اختیار کردن شیطان و ذریه شیطان و لشکر شیطان. ما اشهدهم خلق السماوات والارض. یک چی کمال دارن این کسایی که شما میرین پیروی از اینا میکنین؟ آیا اونا در خلقت آسمان ها و زمین الله میگه ما اونا را شاهد نساخته بودم، حاضر نبودن؟ و چی کاره بودن؟ خودشان مخلوقات هستن. ما اشهدتهم، ما اونا را حاضر نکرده بودم در خلقت آسمان ها و زمین، ولا خلق انفسهم، حتی از خلقت خودشان هم خبر نداشتن. ما خلقشان کردیم. و ما کنتو، الله متعال میگه احتیاط بکنین، شیطان ها را به من نسبت نتین، بیدینا و کافرا و منافقا و بینماز و برهنه و سرلوچ و سازنده و رقاصه را به من نسبت نتین که یا دوستای الله هست. اگر این را کار کردین سرما تومت میکنین، افترا میکنین. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، من نیستم که بگیرم گمراه ها را مددگار و دوست خود. ابدا، من هیچ بیان نیاز ندارم و هیچ وقت من انسانهای بیدینه دوست خود نگرفتیم، ولی خود نگرفتیم. شما این تومت نکنین. و ما کنتیم، و نیستم من، الله متعال میگه، متخذ، گیرنده المضلین، انسانهایی که خودشان دال هم هستن مضل هم هستن. دال و مضل چی فرق دارن؟ دال کسی است که خودش گمراه هست، دو الف لام، و مضل کسی است که خودش گمراه هست دیگران را هم گمراه میکنه. عالی کسایی که خدا پیش میکنه، نماز نمیخونه، لباس حیا نمیپوشه، با میرقصه، دول میزنه، متوجه هستن؟ بازیا که اصلا مضل هستن، گمراه هستن، خودشان هم دیگران هم گمراه میکنه در مجلس گمراهی خود. الله متعال میگه و ما کنتو متخذ المضلین عضدا. چقدر قرآن همین کل گپا را بر انسان هم واضح بیان میکنه. الله میگه من نگرفتیم مضلین، این به من شایسته نیست، به عظمتی که من چی بگیرم گمراه ها را عضد چرا میگن؟ بازو و همکار، العیاذ بالله. من نیست که یا بازوهای ما باشه یا خدمتگارای ما یا طرفدارای ما یا همکارای ما. هیچ اصلا این کافرای بیدین و گمراه ها را اصلا قبول ندارم، من ضرورت ندارم اصلا به هیچ کدام از اینا. و یوم یقول، الله میتل، روزی که میگه الله امر میکند برای زمین اشخاصی که از این مردمای بیدین و گمراه پیروی میکنن، بازی‌ها را نامشان اولیاء الله میگذارن. الله متعال میگه باز برشان میگه الله که نادو شرکایی، صدا کنین شریکای مرا که شما در سجده ما ایرا شریک کرده بودین، زیر پایش سجده کردین، در نظر ما یارا شریک کردین، به نامشان نظر گرفتین، در اطاعت از شریعت ما یارا شریک کردین، گپای از اینا را در جای گپای ما قرار دادین. به ایوازی که به ما سجده کنین، زیر پای از اینا سجده کنین. به ایوازی که به ما رکوع کنین، بر از اینا رکوع کردین. به ایوازی که بر ما به نام ما ذبح حیوان و ذبح پرنده بکنین، رفتین زیر پای از اینا و زیر قبرشان و زیر در مقابل زنده اشتا مقابل شدین. به ایواز شریعت ما که حکم ما را تطبیق بکنین، آمدین قوانین از اینا را تطبیق کردین. الله متعال باز میگه نادو شرکایی، صدا کنین همین شریکای ما را، کسایی که شما شریک گرفته بودین، الذین، او کسانی که زعمتم شما گمان میکردین که اونا میتونن بر شما کاری بکنن، فدعوهم، باز اینا صدا میکنن که او فلانی صاحبی که ما تمام روز پشت تو میدویدیم، او بزرگوار ما، او فلانی، ما چیغ زدن این از پشتن. فلم یستجیبوا لهم، خود از او در زنجیرها بسته است، خودش تکت است، میگه فلم یستجیبوا لهم، برشان هیچ اجابت نمیکنه، هیچ جواب نمیده. و جعلنا بینهم موبقا، الله متعال میگه بین آتش دوزخ یا چیغ زده میره، در بینشان یک دیوال، یک فاصله که ای گپ از او را نمیشنوه، ای گپ از او را هر قدر چیغ بزنه و به دادش هم رسیده نمیده. چرا بعضی اوقات میشه یک نفر بسیار در حالت سختی که باشه، باز یک نفر صدا کنه خیر صبر کن، خیر صبر کن، میگه تا صدایش هم اجازه نمیدین، بعد از او بگه که خب ما من تک هستم، خیر از دیگه چطور کنیم، کل ما برباد شدیم. این صاحب در بین از اینا چی میشه؟ الله متعال میگه من موبق، یعنی یک چیزی قرار میتم که اونا را هلاک میسازم، دیوار هلاکت. و رأى المجرمون النار، و میبینن مجرما النار، آتش دوزخ را، فظنوا، باز اونجا عقیده میکنن، انهم مواقعوها، که اونها حتما افتادنی هستند. ولم یجدوا عنها مصرفا، و نمیافن از امی آتش دوزخ مصرف، جای برگشت،
فرار کنن، بگریزن. ولقد صرفنا، ای مسلمان ها، ای انسان ها، ای کسایی که شما واقعا اخلاص دارین برای الله، الله متعال میگه که ما با عظمت بیان کردیم، توضیح کردیم فی هذا القرآن، دمی قرآن عظیم شان، للناس، بر مردم، من کل مثل، تمام مثال ها را بیان کردیم. انسان صالح، انسان جاهل، رهبران طاغوتی، رهبران حقیقی، پیغمبر، دشمن پیغمبر، اولیاء الله، اولیاء الشیطان، کلش بیان کردیم. من کل مثل. و کان الانسان اکثر شیء جدلا، بدبختترین مخلوقات همی انسان های بدبختی هستند که یا زیاد مجادله میکنند. آسمان تابع هست به امر الله، زمین تابع امر الله است، ملائکه تابع امر الله است هستند، کوههای بزرگ تابع امر الله هستند. یگانه مخلوقی که زیاد جدال میکنه، ای چرا اوتو شد که او چرا اوتو شد که ای چه قسم شد، اینه میگه و کان الانسان اکثر شیء جدلا، بسیار مجادله و مخاصمه میکنن و خود به کفر میکشن. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم الا تأتیهم سنت الاولین. میگه منع نکرد مردم را، و ما منع الناس ان یؤمنوا، منع نشد یعنی مانعی از ایمان مردم نشد که اینا ایمان بیارن، اذ جاءهم الهدى، وقتی که اینا برشان هدایت آمد، و یستغفر، و یک استغفار بکنن ربهم، از پروردگارشان. چی مانع شد که اینا استغفار نکردن؟ الا ان تأتیهم، مگر ای که بیاید برایشان سنت الاولین، روش امو مردمای بیدین اولی. اینه او یأتیهم العذاب قبلا، یا ای که عذاب برشان روبرو بیه. اینه یا هم مثل منافرای اولی واره میخوان که امو تا عذاب برشان چی به امو تا آشکار به، باز وقت میگه ما تسلیم میشیم. عذاب که باز آمد، پرده غیب که برداشته شد، باز ایمان قبول نمیشه. ایمان الذین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تقوا اونمو تقوا است که ایمان به غیب داشته باشه. باز اگر غیب برداشته شد و ملائکه را دیدی و عذاب دیدی و اون عذاب الله آمد و اون ملائکه الله آمد، باز در اون صورتی که باز قبول نمیشه. و ما نرسل المرسلین، الله متعال میگه ما نفرستادیم پیغمبرا را الا مبشرین، اینا برای بشارت آمدن، و منذرین، و برای ترساندن آمده. برای مؤمنین بشارت جنت میته، برای بیدین ها ترس از عذاب میته. و یجادل الذین کفروا بالباطل، اما انسان های کافر هستن، گفتگویشان، جر و بحثشان، مجادلشان باطل است، همیشه خود در باطل مصروف کردن. لیدحدوا به الحق، یا میخوان که با باطل خود در مقابل حق و توحید قرار بگیرن، شرک دلیل بسازن بر ممانعت از توحید، نمیتونن. ایران خود گمراه میکنن، 4 تا طرفدارای امرنگ خود گمراه میکنن. و اتخذوا آیاتی، این مردم ها گرفتن، الله متعال میگه آیات یعنی دلائل قدرت مرا، چی دلائل مادی در کائنات، در آفاق و انفس، و چی دلائل قدرت ما در معجزات، و چی دلائل قدرت ما در دلائل که در وجود از اینا، از نگاه در قرآن است، در حدیث است، در شخصیت خودشان است. و اتخذوا آیاتی، و گرفتن دلائل قدرت مرا، و ما انذروا، و آنچه که توسط از اینا ترسانده شدن، آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و چی گرفتن؟ هزوا، و مسخرگی گرفتن. سر قرآن تمسخر میکنن، سر پیغمبر تمسخر میکنن، سر احادیث تمسخر میکنن. الله متعال میگه و من اظلم، و کی ظالم تر، ممن نسبت به شخصی که ذکر به آیات ربه، که برش یاد کرده شود دلائل قدرت الله، دلائل عظمت الله، دلائل توحید، دلائل وحدانیت، دلائل بزرگی الله برازی بیان شود، باز این شخص فاعرض عنها، باز از اعراض بکنه، روی خود دور بده. و نسی ما قدمت یداه، و فراموش بکنه که خودش چی کرده. آیا میتونی یک کوه بسازی؟ آیا میتونی یک ستاره بسازی؟ میتونی مهتاب بسازی؟ میتونی آفتاب بسازی؟ فراموش کرده که خودش چه چیز کرده نمیتونه. خودش یک انسان عاجز است، عاجز است، خودش عاجز است. همین خانم فرعون میگه وقتی که دید فرعون کل کابینه خود قناعت داده بود، گفت که شما لشکر ما
ربکم الاعلی هستم، خالق اعلایتان هستم. خانم فرعون بر از این گفت که خودت چی کردی؟ کارهای خودت یادت رفته؟ تو آمدی میگی رب هستم. این کابینه تو، وزیرای تو، جنرالای تو، قاضیای تو، قوای سلاسی تو، قوای مقننه و اجراییه و قضایی تو، یا مردمای چاپلوس و دروغگوی از بر تو میگن تو رب ما هستی. من که خانمت هستم، در خانه‌ت هستم، از حالت تو با خبر هستم. او شب که دل درد بودی چی وضعیتت بود تا صبح؟ الله متعال میگه که و نسی و فراموش کرده این انسان بیدین ما قدمت یداه، که خودش چی تقدیم کرده. امروزای میده دردی و دل دردی خود به یاد بیاره که تا صبح دویده میره، باز میفهمه که من چقدر ضعیف هستم. انا جعلنا علی قلوبهم اکنه. الله متعال میگه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای مسلمان ها، شما متاثر نشوین ما بر قلب های از این مردم های بیدین، چون بیدینی خود زیاد کردن. الله متعال ذات غنی هست، میگه ما هم برشان جزا دادیم. جزای بیدینی و گمراهیشان چی است؟ میگه ما در قلب هایشان انا جعلنا، یقینا که ما گردانیدیم یا افکندیم علی قلوبهم بر قلب هایشان اکنتا پرده ان یفقهوه. این جزا هست برای بیدینا. تو پرده ای در قلبشان انداختیم که اینا نمیفهمن. 100 دفعه قرآن برش بخوانی نمیفهمن، 100 دفعه دین برش بگویی قلبش بسته شد. کفر کد مثلا شما دی آب یک قطره، 2 قطره، 3 قطره هر روز یک دانه گولی سیاه را پرتین، بالاخره سیاه میگرده که سیاه گشت، بازی دیگه پرده رویشه میگیره. حال دیگه برای که هر قدر برای کافر گفته بری باز قبول نمیکنه. اگه قرآن هم برش بخونی سر قرآن هم برش خط میزنه، حدیث هم میگه سر ازم. این میگه شما متاثر نشین. الله متعال میگه ما تو یک جزای برای دادیم که در قلب هایشان پرده انداختیم ان یفقهوه و فی آذانهم. در گوشش هم، گوش خوب داره، خوب ساز موسیقی و گپا را خوب درک میکنه، اما حق الله برش توفیق از پیششان میگیره. این فکرتان باشه. اگر الله متعال تو را توفیق داد که قرآن و سنت بفهمی، بزرگترین نعمت الله است. بعضی کسا هست که به اساس بیدینی و گمراهیشان الله متعال توفیق فهم قرآن از پیششان میگیره، توفیق فهم سنت از پیششان میگیره، توفیق فهم توحید از پیششان میگیره. این همی کسا هست. الله متعال میگه اینی دشمنای خطرناک ما که کتما بسیار مجادله کردن، بسیار زشتی گفتن، تمسخر کردن، سر دین ریشخندی کردن. الله متعال میگه ما چی کردیم؟ برازی یک جزایی دادیم که توفیق از پیشش گرفتیم. این توفیق گرفتن توفیق چی هست؟ در قلبهایشان اکینه پرده هست، پرده عدم توفیق. 60-70 ساله در لب گور است، هنوز هم کفر میگه. دیده باشین. اکنتا ان یفقهوه، پرده هایی که این درک نمیکنن. دیگه چی است؟ و فی آذانهم، در گوش هایشان وقرن، یک گرنگی هست. این هم عدم توفیق است. گوش خوب ساز میشنوه، کفریات میشنوه، خبرها را میشنوه، در قرآن که رسید گوشش بند میشه، باز نمیشنوه. و ان تدعوهم الی الهدی، اگر ای رسول الله صلی الله علیه و مسلمانای دعوتگر، اگر شما این دعوت به طرف هدایت بکنین، فلن یهتدوا اذا ابدا. ما توفیق از پیشان گرفتیم. تو دشمن ما را میخوای که مسلمان بسازی؟ ابدا. الله متعال میگه اینا چی نمیشن؟ فلن یهتدوا، هرگز اینا هدایت نمیشن ابدا. برای ابد. جگرخون خدا نساز. بعضی کساس کفرش کفر صریح است، بیدینیش گمراهیش صریح است، در لب گور است، لکن هنوزم با کفر خود ادامه میده. الله متعال میگه این توفیق ما از پیشش گرفتیم. چرا این دشمنی خود کتمه اعلان کرده، سر کتاب من رشخند زده. وقتی کسی سر کتاب الله رشخند بزنه، سر سنت رسول الله صلی الله علیه و رشخند بزنه، الله متعال این تو یک جزا برش میده که توفیق هدایت از پیشش میگیره. قرآن میخوانی، با قرآن متاثر میشی، در الفاظ قرآن چشمایت پر از اشک میشه، تو را بیدار میکنه نصف شب و در عبادت الله مشغول میشی، وقتی تو برای قرآن میتی. ای بفهم که الله متعال بزرگترین نعمت برای تو داده. شکر از این نعمت باید بکنی. الله متعال میگه و ربک الغفور، رب تو بسیار بخشاینده هست، ذو رحمت، بسیار مهربان است.
لو یؤاخذهم، اگر اینا را الله مؤاخذه میکرد به ما کسب و آنچه کسب کردن انجام دادن، لعجل لهم العذاب، الله امون روز اول عذاب سرشان نازل میکرد و امون روز اول اینا را هلاک میکرد. بل لهم موعد، لکن الله ذات عادل است، وقت میته، فرصت میته، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، الله متعال برشان وقت میاد میتن. لا یجد من دونه موبلا، بغیر از الله اینا پیدا کرده نمیتونن هیچ پناهگاه. و تلک القرى، و اینمی قریه هایست که اهلکناهم، الله متعال میگه باز ما بعد از اینکه موعد ما پوره شد 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال وقت داده میشن، تسلیم نشدن، به گمراهی خوب اصرار کردن، باز الله متعال میگه اینا را هلاک کردیم. لما ظلم، و وقتی که بسیار اینا ظلم کرده و خطرناکترین ظلم شرک است. و جعلنا لمهلکهم موعدا، باز برای هلاکت از اینا هم وقت پیش ما تعیین شده، با وقتش که رسید باز هلاکشان میکنیم که باز خودش شور داده نمیتونن. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب